به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستان عزیز. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. در رابطه با جلسه گذشته از سوالهای احتمالی که برای شما داده بودم، اول او را با هم یک جای حل میکنیم و بعد از او درس جدید را آغاز میکنیم. این سوالها باعث میشه که ما یک مروری بر جلسه گذشته داشته باشیم که در رابطه با چی درس داده بودیم و چه مباحثی را دنبال کردیم. سوال اول، درجه حرارت با ارتفاع چه رابطه‌ای دارد؟ جواب صحیحی که شما انتخاب کردید کدام است؟ معکوس، مساوی، مستقیم، همه موارد درست است. جواب صحیح گزینه اول است. سوال دوم، کدام یک از موارد زیر جزو موارد فشار پست می باشد؟ برای سوال همون اسلایدی که عکس کره زمین بود و مراکزی که فشار بلند داشت، فشار پست داشت، اگه در ذهنتان تداعی کنید یا بیاورید، جواب صحیح این سوال را خواهید داد. که جواب صحیح خط استوا بود که جزو مواردی هست که فشار پست داره. و کشور ما افغانستان در کدام ساحه موقعیت داره؟ اگر کره زمین را به دو تا نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم کنیم، کشور ما افغانستان در نیمکره شمالی قرار داره. و جواب صحیح ما گزینه دوم است. خب، درس جدید را شروع می‌کنیم در ادامه مباحث جلسه گذشته. امروز ما میخوایم بفهمیم که افغانستان کشور ما چه نوع اقلیم هایی داره و هر کدام از ماها در جاهای مختلفی از این کشور زندگی میکنیم چه نوع اقلیمی را تجربه میکنیم. مثلا دوست ما که در ننگرهار زندگی میکنه چه نوع اقلیمی را تجربه میکنه. دوست ما که در جنوب و جنوب غرب کشور زندگی میکنه او چه نوع اقلیمی را داره، یا این اقلیم چه تاثیراتی بالای زندگی اونها داره. امروز ما این را درس میدیم و از شما میخوام که این را خوب گوش کنید و بفهمید که چه اقلیم هایی را در ولایت شما یا او در جایی که زندگی میکنید وجود داره. خب، در رابطه با اقلیم مونسونی، اقلیم صحرایی، اقلیم کوهستانی، اقلیم استپی و اقلیم مدیترانه‌ای و اقلیم الپاین تندرا. خب، این یک نقشه از اقلیم افغانستان است. مناطق اقلیمی افغانستان در این نقشه آمده که فقط میخوایم آشنا شویم که چه نوع اقلیم هایی وجود داره و هر رنگ نشان دهنده یک نوع اقلیم خاص او منطقه هست. مثلا در این ساحه صحرایی گرم وجود داره و ساحاتی که به رنگ زرد هست یا به رنگ نارنجی هست، اینها اقلیم هاش متفاوت تر از اقلیم هایی است که مثلا در این ساحه که به رنگ گلابی هست. این مناطق اقلیمی افغانستان را مشخص کرده که در اسلاید های بعدی دانه به دانه همه اینها را توضیح میدم. خب، اقلیم های افغانستان مونسونی، صحرایی، کوهستانی، استپی، مدیترانه‌ای، ناحیه الپاین تندرا. حالا شمایی که در این به درس گوش میکنید، به نظر شما او جایی که شما زندگی میکنید دارای چه نوع اقلیمی است؟ کمی در این رابطه فکر کنید. خب، اقلیم صحرایی، وقتی که ما اقلیم صحرایی را میگیم، کدام مناطق کشور ما دارای اقلیم صحرایی است و این اقلیم صحرایی چه ویژگی هایی داره؟ یکی که در صحراها بارندگی کم است و درجه حرارت شب و روز او بسیار متفاوت است و همچنین در فصل زمستان و تابستان درجه حرارت فرق میکنه. مثلا اگر دقت کرده باشین، در دوستایی که در مناطق صحرایی زندگی میکنن در جنوب و جنوب غرب کشور ما، اونها اقلیم حتما تجربه کردن که مثلا در طول شب هوا بسیار سرد میشه یا در طول روز هوا بسیار گرم میشه، یا اینکه تفاوت درجه حرارت در زمستان و تابستان بسیار مشخص و واضح است. خب، گفتیم تغییر درجه حرارت است
و او قسمت هایی که در افغانستان دارای اقلیم صحرایی است دشت مارگو، دشت جهنم، دشت بگبا و ریگستان صدیقی است. خب این جاها بسیار مهم است که ما باید بفهمیم که کدام مناطق دارای اقلیم صحرایی است، چون ممکنه در سوالهای کانکوری بیاید که مثلا دشت مارگو چه نوع اقلیمی داره. ما باید بفهمیم که جزو اقلیم صحرایی است. و بارندگی ماهوار بین 5 الی 10 میلیمتر است که بارندگی در این ساحات بسیار کم است. و نباتاتی هم که در اقلیم صحرایی رشد میکنه بنا به او شرایط اقلیمی که داره بسیار رطوبت کمتری را میطلبه و بیشتر بوته ها هست یا مثلا نباتاتی که خاردار است و نیاز به آب کمتری داره. و این کشور ما که دارای این اقلیم صحرایی است و بیشتر کشورهایی که این نوع اقلیم را داره از این اقلیم برای جذب توریست اینها استفاده میکنه و در اقتصاد کشور بسیار نقش تاثیرگذار داره و امیدوار هستم یک روزی برسه که ما هم از این صحراهای کشور خود به نفع اقتصادی و معیشت مردم خود استفاده کنیم. در این تصویر ولایت نیمروز است که دارای اقلیم صحرایی است و کلا این ساحات دارای اقلیم صحرایی است، ولی خب ولایت نیمروز بیشتر است و این هم عکس هوایی این ولایت. و این تصویر دیگه از صحرا هست. اگر دقت کرده باشین اشکال مختلفی در صحراها وجود داره که هر کدوم از اینها یک نوع جاذبه های خاصی را به ارمغان میاره. و حیوانی که بومی این منطقه است شترها هست که با این طبیعت سازگار شده. اقلیم دیگه ای که در کشور ما وجود داره اقلیم مونسونی است. اقلیم مونسونی برگرفته هست همون بارانهای موسمی که در طول سال در فصلهای مختلف باعث ایجاد رطوبت برای مناطق مختلف کشور ما میشه. این مونسونها انرژی خود را از خورشید میگیرن و باستان در دورانهای باستانی یعنی در زمانهای گذشته دریانوردها از این اقلیم یک نوع ترس یا یک نوع واهمه داشتن به خاطر اینکه این بارانهای موسمی باعث ایجاد طوفانهای شدید در دریاها میشد. و حالا کدام ساحاتی از کشور ما را این اقلیم در بر گرفته؟ ساحات اسپیانقر است، مناطق کوهستانی نورستان، لغمان، پکتیا و به خصوص ساحه خوست و همچنین پکتیا و پکتیکا هم این ساحه را تجربه میکنن این اقلیم را. و در تابستان ها رطوبت خودش را از بحر هند میگیرن و در زمستان ها هم از سایبریا. نوع پوشش گیاهی که با این نوع اقلیم سازگار شده بیشتر ارچب، بلوط، نشتر و جلغوزه می باشه و همچنین در ماه‌های عقرب و قوس خشک است و بقیه ماه‌ها مرطوب است. خب نکات مهمی که در این مثلا اقلیم وجود داره، مثلا میگن که نورستان جزو کدام نوع اقلیم است؟ ما باید بفهمیم که جزو اقلیم مونسونی هست. یا مثلا نوع پوششش بگه که بلوط یا ارچه در کدام نوع اقلیم رشد میکنه، ما باید بفهمیم که این در اقلیم مونسونی است. یا در کدام ماه‌های سال خشک است و بقیه ماه‌ها مرطوب است اقلیم مونسونی، ما بگیم عقرب و قوس، چون هر کدام از اینها احتمال داره در کانکور بیایه و به خاطر همین نیاز داریم که با دقت بیشتر اینها را بخوانیم و یاد بگیریم. این نمونه ای از این تصاویری که هست در اینجا در رابطه با اقلیم مونسونی است. این ساحه اسپیانقر هست و این درختان یا جنگل های جلغوزه هست. این خود جلغوزه که در اقلیم مونسونی رشد میکنه و از لحاظ اقتصادی و تجارتی بسیار برای کشور ما مهم است. اقلیم دیگه‌ای که در کشور ما وجود داره اقلیم مدیترانه‌ای است. اقلیم مدیترانه‌ای بیشتر در ساحات شرق کشور وجود داره، در قسمت‌های شرقی و همچنین
تابستانها خشک است و بسیار گرم است و بارندگی هایی هم که در این ساحه صورت میگیره بیشتر به صورت باران است و برفباری ها هم در ارتفاعات بسیار بالا، مثلا در 900 متر ارتفاع داشته باشه برفباری صورت میگیره. خب بارندگی در ایام زمستان است، درجه حرارت از 22 درجه سانتیگراد بالاتر میره و جلال آباد یک نمونه بسیار بارز و مشخص اقلیم مدیترانه‌ای در کشور افغانستان است. بارندگی ها هم به صورت عموم باران است و در ارتفاع بالای 900 متر برفباری میشه و نوع محصولاتی که در این ساحه در این اقلیم مدیترانه‌ای رشد میکنه کشت برنج است، درخت سرو است، خرما و نیشکر و دوستایی که در قسمت‌های شرق زندگی میکنن با این اقلیم بسیار آشنایی کامل دارن و اگر ماها هم به این مناطق سفر کنیم خوب است که این اطلاعات را داشته باشیم و بفهمیم که مثلا اقلیم مدیترانه‌ای چه ویژگی هایی داره و کدام ساحات کشور ما دارای این اقلیم است. و ببینید در اینجا ننگرها را علامت زدیم بر روی نقشه که دارای اقلیم مدیترانه‌ای است. و این هم یک نمونه از طبیعت اقلیم مدیترانه‌ای. اقلیم دیگه‌ای که کشور ما را در بر گرفته اقلیم منطقه استپی است. این اقلیم ساحه بسیار کلانی از کشور ما را در بر گرفته و به نسبت اقلیم مدیترانه‌ای و اقلیم مونسونی این ساحه بیشتر است. و حالا ببینیم این اقلیم چه ویژگی هایی را به خود داره. و زمانی هم این اقلیم ایجاد میشه که دیگه جنگل ها اینها وجود نداره و بیشتر به صورت علفزارها و بوته‌زارها هست و این اقلیم یک نوع اقلیم متوسط و فقیر هم برش میگن که کشور ما بیشتر همین اقلیم داره ولی خوشبختانه کوههایی که در وسط وجود دارن مثلا کوههای هندوکش و کوههای اسپیانقر اینها باعث شده که ما صحراها را بیشتر از این تجربه نکنیم و این رطوبت و این بارندگی که این کوهستان ها برای ما به وجود آورده باعث شده که از شدت این بری بودن و خشک بودن افغانستان کمتر شود. حالا ویژگی های منطقه استپی یا اقلیم استپی چی است؟ یکی که ساحه بیشتری از کشور ما را در بر گرفته و ویژگی بارزش آب و هوای بری است که این جزء نکات مهمی است که ممکن است در کنکور بیاید و اختلاف درجه حرارت شب و روز 20 تا 30 الی 35 درجه هم میرسه و کوههای هندوکش منطقه استپی را به دو منطقه شمالی و جنوبی تقسیم کرده که هر کدوم ویژگی های خودش را داره ولی استپ شمالی دارای ثروت بیشتری از لحاظ طبیعی هست. استپ شمالی مثلا ساحاتی از بغلان، میمنه، مزار شریف، کندوز و هرات را در بر گرفته چون خاک مساعد است به نسبت استپ جنوبی. اینجا کشت و زر بیشتر صورت میگیره، مالداری بیشتر صورت میگیره و اگر شما مثلا به مزار شریف سفر کرده باشین حتما این اقلیم را تجربه کردین. و استپ جنوبی هم چون تربیت حیوانات و زرع بعضی از حبوبات هست و این ساحه به نسبت استپ شمالی از ثروت کمتری یا از پوشش گیاهی کمتری برخوردار است. به خاطر از این چون که خاکش نامساعد است، مشکلات آب داره، ساختمان توپوگرافیش ضعیف است، به خاطر همین به نسبت استپ شمالی از ثروت کمتری برخوردار است. این نمونه از در این تصویر ببینید استپ است که بیشتر به صورت علفزارها و بوته‌زارها هست و جایی است که ساحه جنگل خلاص شده و پوشش گیاهی علفزارها و بوته‌زارها هست و این مناسب برای مالداری اینها هست که در این تصویر به صورت کامل نشان داده ویژگی یک منطقه استپی را. و این نوع گیاهی که در منطقه استپی رشد میکنه
و اقلیم دیگه‌ای که در کشور ما وجود داره الپاین توندرا هست. اینها به دو قسم است، یکی الپاین توندرایی که در مناطق کوهستانی وجود داره و دیگریش که در مناطق بلند ارزهای بالا هست، مثلا توندرای قطبی که در ارتفاعات مرتفع کوهستانی است، بین 2500 تا 3000 متر است. و در کشور ما بیشتر بخش‌هایی از بامیان، بخش‌هایی از غزنی دارای این نوع اقلیم هست و همچنین این دارای تابستان‌های معتدل است و زمستان‌های فوق‌العاده سرد را در این مناطق اقلیمی ما تجربه می‌کنیم. که این هم یک تصویری از الپاین توندرا هست. اگه دقت کرده باشین بسیار خشک است و گیاهی به او صورت در این ساحات وجود نداره. و این هم در فصل زمستان بیشتر در نقاط قطبی و اینها وجود داره و نوع گیاهانش ببینید در این ساحه. اقلیم دیگه ای که کشور ما تجربه میکنه اقلیم کوهستانی است، چون افغانستان یک کشوری هست که دارای کوههای سر به فلک کشیده و یک نوع آب و هوای خاص است. به خاطر همین اقلیم‌های مختلفی را تجربه میکنه که یکی از اونها اقلیم کوهستانی است. این نمونه ای از یک کوهستان. و اقلیم کوهستانی در نقاط مرتفع و کوهستانی درجه حرارتش فوق‌العاده کم میشه، به خاطر همون که گفتیم ارتفاع بالا بره درجه حرارت کم میشه و در نقاط بلند درجه حرارت کم و مقدار بارندگی هم افزایش پیدا میکنه. دو تا نمونه بسیار بارز که در کشور ما وجود داره از لحاظ کوهستانی بودن، سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی هست که مقدار بارندگی او را به 1236.9 است و حد اصغر حرارت به درجه سانتیگراد منفی 27.8 است و حد اکبرش بلندترین درجه و 24.8 درجه سانتیگراد است. حد اکبر حرارت به درجه سانتیگراد 24.8 است و سالنگ جنوبی 1206.9 است مقدار بارندگی او و حد اصغر حرارتش منفی 23.8 و حد اکبرش مثبت 23 می باشه. که این دو تا نمونه بسیار مهم و مشخص منطقه کوهستانی در کشور ما هست که مقدار بارندگی و درجه حرارت او در این جدول به نمایش گذاشته شده. خب ما فهمیدیم که کشور ما دارای اقلیم‌های مختلفی هست و جای جای کشور ما اقلیم‌های مختلفی رو تجربه میکنه و از یک ولایت تا یک ولایت دیگر اقلیم‌ها تفاوت داره، با یک دیگر فرق میکنه. و کاری که ما از شما محصلین عزیز میخوایم، شما اقلیم منطقه خود را بنویسین، ببینید که کدام نوع اقلیم هست، کدام نوع از این اقلیم‌هایی که امروز براتون درس دادم هستن و نقاط مثبت و نقاط منفی اقلیمی خود را بنویسین و با خود فکر کنین چه راهکاری باید داشته باشیم که بر روی این نقاط منفی این اقلیم کار شود، مثلا او رو تبدیل به نقطه مثبت بکنیم. همه اینها رو انجام بدین و این به عنوان یک کار خانگی هست. خب امیدوار هستم که این مبحث خوب یاد گرفته باشین و سوالهای کانکوری که در این رابطه گفته شده را با هم یک جای حل کنیم. سوال اول: در یکی از مناطق اقلیمی ذیل در افغانستان نباتات به شکل علفی می باشد. در کدام اقلیم است؟ صحرایی، استپی، مدیترانه‌ای، الپاین توندرا. شما کمی فکر کنید که این جواب صحیحش کدام می باشد. جواب صحیح منطقه استپی بود. که این تصویر همون علفزارها اگه در ذهنتان باشه جواب ای را به آسانی داده میتونید. در سوال بعدی: ساحه اسپیانقر، مناطق کوهستانی و نورستان شامل یکی از اقلیم‌های ذیل می باشد.
مونسونی، کوهستانی، استپی، دشتی. جواب صحیح را کدام گزینه علامت زدید؟ جواب صحیح مونسونی می باشد. سوال بعدی، فشار بلند سایبریا. نکته کلیدی سایبریا در کدام موسم سال بارندگی باعث برفباری و بارندگی در افغانستان میشن؟ زمستان، بهار، تابستان، هیچ کدام. در فصل زمستان باعث ایجاد برفباری ها میشن. خب سوال های کانکوریش خلاص شد و سوال های احتمالی کانکور. نورستان دارای چه نوع اقلیم می باشه؟ صحرایی، تندرایی، کوهستانی، مونسونی؟ که جواب صحیح ای را در جلسه آینده با هم یک جای کار میکنیم. سوال بعدی، نباتاتی مثل ارچه در کدام اقلیم رشد میکنه؟ شما باید اقلیم های مختلف و نوع پوشش گیاهی یا پوشش نباتی این اقلیم ها را یاد داشته باشین تا بتوانین جواب این سوال را بدین. و راهنمایی که من برای شما میکنم این است. خب اقلیم کوهستانی چه نوع پوشش نباتی داره؟ او رو یک جای بنویسین. اقلیم مونسونی چه نوع پوشش گیاهی یا پوشش نباتی به خود داره؟ او رو هم یک جای بنویسین. و اقلیم صحرایی و مدیترانه‌ای را به همین ترتیب. با این کار شما هم نوع پوشش نباتی اقلیم های مختلف را یاد گرفتید و هم جواب این سوال را به درستی تشخیص داده میتونید. و سوال سوم، کدام سلسله کوه‌ها استپ افغانستان را به استپ شمالی و جنوبی تقسیم میکنه؟ هندوکش، اسپیانقر، کوه بابا، کوه هیمالیا. و این بود سوال‌های احتمالی کانکور که در جلسه آینده با هم یک جایی را حل میکنیم. خب تا جلسه آینده همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.